سلام، سایه هستم و بودم با یه ویدیوی دیگر نقاشی 0 تا 100. دوستان من توضیح کوتاه قبل از شروع ویدیو بدم که ببینید این کانال کارش چیه. دوستان در واقع کار این کانال نقاشی هستش، اونم از 0 تا 100 که بعد از تمام آموزش ها واسهتون طراحی های مختلفم انجام میدم. حالا هر طراحی که بتونم واسهتون انجام میدم. این کانال فقط برای بزرگسالان نیست، برای کوچولوهای شگفت‌انگیز شما هم هست. و اینم بگم که اگر ویدیو هم خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و اگر ایده داری یا سوالی مورد نظرتون هست حتما بگید. خب همونطور که متوجه شدید امروز با خط‌ها سر کار داریم و قرار بفهمیم که خط‌ها به چند دسته تبدیل میشن، هر کدومشون چه ویژگی هایی دارن تا چگونه دسته بندی میشن و حتی کاربردهاشون چیا هستن. خطوط تو نقاشی انواع مختلفی دارن که هر کدوم احساسات و مفاهیم متنوعی هم دارن. این خطوط رو میتونیم از نظر شکل، جهت، کیفیت دسته بندی کرد. خطوط از نظر شکل به 3 دسته تقسیم میشن: راست، منحنی و شکسته. حالا یه دونه واسهتون توضیح میدم که متوجه بشین دقیقا. اولش خطای راست هستن. خطای راست بدون انحنا هستن و میتونن افقی، عمودی یا هر شکلی میتونن باشن یا مورب هم میتونن باشن. این خطها دارای استحکام و ثبات و حتی احساساتی مثل اینا رو میتونن به اون القا بکنن که خب طبیعی هم است. بعدی خطهای منحنی هستن. خطوطی که دارای شکستگی ها و زاویه هایی هستن که همجا میبینی دارای انحنا اینا هستن، بهشون میگیم خطوط منحنی. این خطوط داره حس حرکت و نرمی و گاهی مثل عاشقانه داره که قطعا شما الان نمیتونید این حساتش رو متوجه بشید، چون این حسا وقتی که در کنار این خطها در کنار نقاشی ها قرار بگیرن، در کنار نقاشی قرار بگیرن، در کنار خطهای مختلف خودشون رو نشون میدن. اینطوری نمیشه ازشون چیزی فهمید و حتما کنار شکل‌های دیگه باشن که بتونیم متوجه بشیم. بعضی خطهای شکسته هستن که همونجوری ازشون رو مثلا کلا معلوم هستش داره شکستگی هستن، مثل اینا خطای شکسته هستن.